برای گرفتن معاینه فنی فیش پرداخت میکنیم. بعد از پرداخت فیش باید صف وایسیم که تست مختلف انجام بشه. اولی تست آلایندگیه که باید تو محدوده مجاز باشه. دستگاه 4 گاز رو داخل اگزوست وصل میکنن که دودهای خروجی رو بسنجن. بعد از تست آلایندگی وارد تست تعلیق میشیم که چرخ‌های جلو و چرخ‌های عقب باید تست بشن. چرخ‌های جلو از نظر لغزش تست میشه. این دستگاه همونطور که می‌بینید تکون می‌خوره که لغزش چرخ‌های جلو تست بشه. این دستگاه پیشرفته‌ایه که اگر خود چرخ ایراد داشته باشه خطا میزنه. این دستگاه یه حالت قلتک ماننده که لاستیک میده روش که لغزشش رو تست میکنه، که البته بعد از تست لغزش تست ترمز هم داره که این حرکت ترمز کردن هم تست میکنه. همونطور که میبینید رفت جلوتر که ترمز هم باش تست میکنه. الان چرخ حرکت میده و ترمز میکنه که ترمز رو تست کنه. بعد چرخ عقب رو تست میکنه. همونطور که میبینید چرخ عقب هم میره رو اون قلتک، چرخ عقب هم تست بکنه. میزان لغزشش و ترمزگیری چرخ عقب هم تست میکنه که کیفیت خوبی داشته باشه. دستگاه داره لغزشش رو تست میکنه. در از تست کمک هاست لغزشش رو تست میکنه، داره حرکت میده. و یه دستگاهی داشته که تو مانیتور یه لغزشی رو مجاز میدونست که تا X مقدار مجاز بود که لغزش رو داشته باشه. جلوتر زوم کردن که متوجه بشه. حالا الان ترمزش هم تست میکنه که این ترمز اوکی یا نه. همونطور که میبینی حرکت میکنه و ترمز میکنه. این اون مقدار ترمز کردم، اون مقدار ترمز مسنجه. اینجا هم که بعد از اینکه تست انجام شد میریم برای تحویل کارت. کار ساده ایه، کار پیچیده ای هم نیست.